ضمن برگزاری همایش آموزشی در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تاکید نمودند که در پیام نوبتی خویش رهبری سطح عالی کشور بابت تمام ساحه‌های خودآگاه خلق کشور ابراز اندیشه نمودند. در این چاره‌بینی متخصصان اندیشه بیان نموده بابت طرز شنانیدن نشأ و نمای منبع آن به کشاورزان دستور سفارش‌های سودمند پیشنهاد کرده شد. در این همایش مسئولین تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های دهات شرکت نموده به متخصصان سوال‌های خود را پیشنهاد نمودند. خواجگیداران با استفاده از این همایش آموزشی کوشش می‌نمایند که در اساس مشورت و نصیحت استادان، نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان معرکه نهال شنانی را وسعت بخشیده در بهداشت محیط زیست سهم نظررس خود را گذارند. مقصد این آموزش همین است که از نقطه نظر علمی عملی فهماندن رشد ساحه‌های گوناگون کشاورزی است که در اینجا عالمان در ساحه باغپروری، رستنی‌های سوبتروپیکی، در ساحه رستنی‌های خوراک چاروا، رستنی‌های روغن دهنده، حمایه رستنی‌ها از ضرررسان‌ها و کسلی‌ها، از ساحه چارواداری، خوراندن چاروا، خوشزاد کنانی، پرنده پروری، همین ساحه‌های گوناگون کشاورزی را در بر میگیرد که عالمان متخصصان بهترین از نقطه نظر نظری و عملی گذرانده شده. بعد انجام همایش آموزشی در جماعت دهات 50 سالگی تاجیکستان ناحیه اکسیه نهال شنانی و کبودیزارکنی راه اندازی گردید که در آن متخصصان وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان شرکت نمودند. رهبر ناحیه تاکید داشتند که در دایره عملی گردیدن پیام راهنماساز سرور دولت در همه جماعت‌های دهات ناحیه پیوسته معرکه نهال شنانی و کبودیزارکنی گذرانده می شود. همگان تلاش بر آن می نمایند که نقطه‌های در پیام درج گردیده را عملی نموده در بهداشت محیط زیست مساعدت نمایند. متخصصان قبل از آغاز اکسیه نهال شنانی بابت طرز شناندن نهال و استفاده نوری‌های مینرالی و طبیعی ابراز نظر نموده تاکید بر آن داشتند که سبزش منبع نهال‌ها از طرز شناندن سخت وابستگی دارد. منطقه‌ای که مسئولین جماعت دهات 50 سالگی تاجیکستان برای شناندن نهال‌های ارچه انتخاب نمودند، این شاهراه ناحیه عبدالرحمن جامی و ناحیه یاوا می باشد که به اندیشه متخصصان برای سبزش و پرورش منبع آن سازگار است. با کشاورزان بابت طرز شناندن نهال استفاده سوپرفسفات چنین توصیه پیشنهاد نمودند. در وقت شناندن نهال مهلت خوب است، فقط زمین لای نباشد، خشک باشد آب میریزید، لای باشد نمیشد، لای باشد نشنونید. همون خیلی که غشت میچسبد دیگر است، اینجا هم کنه میچسبد دیگر نهال انکشاف نمی‌یابد ریشه، چون که اساسش ریشه است. دوم حالتی که شناده میشد نهال همون چخوره را وسیع‌تر کنید، بسیار میکنیم خورد، همون اندازه ریشه کتی. دو مرتبه ریشه زیاد کندن کن. اگر 10 سانتی متر باشد 20 سانتی متر کندن در کن، 20 باشد 40 کندن در کن. به خاطر آنکه یک سال دو سال اول ریشه آزاد در آنجا سبزی تامین کنه، سبزی بالا تامین کند. زیش کار میشنیم و ریشه حرکت نمیکند، دیگر میایستد و دیگر سبزی هم نمیکند. اکسیه نهال شنانی و کبودیزارکنی در جماعت دهات مذکور موافق مطلب صورت گرفته. در این شاهراه 200 بیخ نهال ارچه شنانیدند. در این اکسیه شماره زیادی جوانان جلب گردیدند که آنها توانند از توصیه متخصصان در این جاده استفاده کرده در آینده در آبادی محل زیست خود مساعدت نمایند. در همه کوچه و محله های جماعت نامبرده ساکنان به حشر دست جمعانه برآمده کوشش بر آن می نمایند که در بهداشت محیط زیست سبز و خرم گرداندن طبیعت گرد و اطراف سهم نظررس خود را گذارند. برای نگاه بین و نشأ و نمای منبع نهالان شخصان واقعی موظف گردیدند.